آیا استقلال با این اسکواد میتونه قهرمان لیگ برتر بشه و بهترین ترکیب برای این تیم چیه؟ سلام، اینجا فوتبال نبض و من محمدم. امروز میخوایم تو این ویدیو خط به خط اسکواد استقلال رو بررسی کنیم و بگیم که با این اسکواد چه ترکیب برای استقلال مناسبه و همچنین در بخش آخر به این بپردازیم که اگر پنجره استقلال باز شد چه بازیکنی باید جذب بشه. پس برو که بریم. خب قبل از اینکه بریم سراغ بررسی اسکواد استقلال، این نکته رو بگم که من محمد خلیفه بهرام گودرزی رو داخل اسکواد لحاظ نکردم، به خاطر اینکه تا زمان که پنجره استقلال باز نشه این دو بازیکن نمیتونن برای استقلال بازی کنن. همچنین رامین رضایی و عارف غلامی هم داخل این اسکواد نیستن، به خاطر اینکه تکلیفشون هنوز با استقلال مشخص نیست. اول بریم سراغ خط دروازه. اونا داخل این پست حبیب فرباسی و علی حسینی فرد دارن که فرباسی فصل گذشته از ذوبان خریداری شد به عنوان دروازه‌بان دوم که اگر دروازه‌بان اول حالا یا آدم بود یا حسینی عملکرد بدی داشت به فرباسی بازی برسه. دروازه‌بان دومشون هم که علی حسینی فرده که به احتمال قرار نیست بهش بازی برسه مگر اینکه اتفاق خاصی رخ بده یا مسئولیت یا فرباسی عملکرد بدی رو داشته باشه. بریم سراغ دفاع راست که اونا صالح هردانی و سامان تورانیان رو دارن که اگر رامین رضایی برگرده میتونه اونجا بازی کنه. اینجا قطعا صالح هردانی فصل شروع میکنه و سامان تورانیان بازیکن بدی نیست، داخل ملوان نشون داد که بازیکن خوبیه. داخل دفاع وسط اونا به نظر من بهترین عمق دفاع وسط لیگو دارن، یعنی عارف آقاسی، رستم آشورمتو و سامان فلاح. عارف آقاسی که یکی از بهترین دفاعهای لیگ بود ولی خب فصل گذشته به خاطر اختلافاتی که با ساپینتو داشت نتونست اونجور که باید و شاید به استقلال کمک کنه ولی تو جدایی هم رفت. اما الان که سراب اومده داخل این بازی دوستانه هم بهش بازی است و احتمالاً این فصل رو قرار فیکس شروع کنه. سامان فلاح که فصل گذشته که بهترین عملکرد خودش داشت حتی مثل جام جهانی هم بره، اما خب اون نرفت و خونه‌نشین بود. در کل سامان فلاح مثل دفاعی لیگ. نفر بعدی که رستم آشورمتو فکر کلا رهبر کامل داخل دفاع، داخل همراه ازبکستان به جام جهانی هم رفت و عملکرد خوبی هم داشت اتفاقا و برای استقلال بهترین گزینه است رستم آشورمتو، به خاطر اینکه چپ هم هست برای بیلداپ و ساخت بازی از عقب هم خیلی میتونه به استقلال کمک کنه. همچنین ایلیا ابراهیمی مدافع آکادمی هم دارن که بعید میدونم بهش بازی برسه. همچنین زرقام سعداوی هم بود که رفت ملوان به خاطر سربازی. بریم سراغ سمت چپ، یعنی دفاع چپ. اونا حسین گودرزی و همچنین ابوالفضل زلیخایی دارن. ابوالفضل جلالی هم داشتن که در نقل و انتقالات پرسپولیس رفت. اون جای جلالی رفتن بهرام گودرزی رو خریدن که تا زمانی که پنجره باز نشه نمیتونه بهرام گودرزی بازی کنه. اینجا مثل سمت راست حسین گودرزی قرار بازی کنه مگر اینکه اتفاق خاصی رخ بده و زلیخایی بازی کنه. زلیخایی اونا دو فصل پیش، یعنی نقل و انتقالات زمستانی دو فصل پیش از تیم ملی نوجوانان خریداری کردن و یک نیمه دوم مقابل سپاهان در هفته آخر بازی کرد که عملکرد بدی هم نداشت ابوالفضل زلیخایی. خب بریم سراغ خط هافک. اونا داخل هافک دفاعی هافک وسط امین محمد رزاقی و روزبه چشمی رو دارن و همچنین ابوالفضل زمانی و حسام بایگان هم میذارن اونجا بازی کنن. اگر سهراب بخواد تک هافک دفاعی بازی کنه رزاقی بهترین گزینه است، چرا که هم آنچنان اون بازیکنی نیست که توپو داشته باشه و برای ساخت بازی تیم رو مختل کنه، یعنی کند کنه اون ساخت بازی رو، و همچنین اون بازیکن هم نیست که مثل اندوگ نتونه فضاها رو پوشش بده برای شوت‌زنی‌های تیم حریف است. رزاقی یکی از گزینه‌های خوبیه برای سهراب و همچنین روزبه چشمی به نظر من هنوز یکی از بهترین هافک دفاعی‌های لیگ با اینکه درست مصدوم میشه اما خب اونم در بحث تخریب بازیکن خوبی و اگر استقلال بازی جلوی و قرار بیاد دفاع کنه روزبه چشمی خیلی میتونه استقلال کمک کنه. ابوالفضل زمانی هم به نظر من بازیکن خوبیه، اون میتونه در سمت راست دفاع راست بازی کنه، هافک هم میتونه بازی کنه و به نظر من اگر استقلال بازیکنی برای رو دست رزاقی نداره، یعنی میخواد تک هافک دفاعی بازی کنه، زمانی گزینه خوبی برای بیلداپ، چون اونم مثل رزاقی اون توپو نگه نمیداره، توپو سعی میکنه یا با توپ حرکت کنه، یعنی هافک باکس تو باکس باشه یا پاس برسونه. حسام بایگان هم که هافک آکادمیه که ببینیم بهش بازی میرسه یا نه. بریم سراغ هافک هجومی. اونا جلیل ماشاریپوف و میران احمدی رو دارن، همچنین اسلامی هم میتونه اینجا بازی کنه. ماشاریپوف که انگار مصدوم و 2 ماه ابتدای لیگ رو نیست. میران احمدی هم که فصل گذشته دیدیم که چقدر بازیکن خوبیه، همچنین مهدی قایدی هم که از آکادمی آوردن انگار بازیکن خیلی خوبی به داخل این بازی دوستانه که کردن تونسته گل بزنه. در کل اینجا مثلا نمیاد که استقلال مشکل داشته باشه در پست هافک هجومی. اونا مونین حدادی رو داشتن که به خاطر اتفاقات اخیر مونین از استقلال رفته و بر نمیگرده.
خب بریم سراغ خط حمله. اول از وینگر راست شروع می‌کنیم که داخل این پست اونا یاسر آسانی یکی از بهترین بازیکنان لیگ برتر در فصل گذشته در اختیار دارن که دیدیم که فصل گذشته چقدر تونست به اصطلاح کمک کنه، هم داخل آسیا هم داخل لیگ اروپا همچنین داخل جام حذفی خیلی تونست به اصطلاح کمک کنه یاسر آسانی و قراردادش هم انگار تمدید کرده و این فصل هم موندنی. در به عنوان بازیکن جانشین اونا محمد حسین اسلامی در اختیار دارن که اونم اتفاقا بازیکن خوبیه، قراردادش هم تمدید کرد. اما به نظر من اسلامی داخل اون پست شماره 10 یعنی هافک شماره 10 خیلی میتونه بیشتر به اصطلاح کمک کنه. در حالی که پنجره باز بشه بهتره یک وینگر راست چپ پا اصطلاح جذب کنه. بریم سراغ وینگر چپ که اونا علیرضا کوشکی و اسماعیل قلیزاده در اختیار دارن که هر دو بازیکن خوبی هستن. موسی جمپو هم در اختیار داشتن که اساسا جزو کلا جمپو از طرف مربی فرصت بازی نگرفت و با چمن ایران سازگار نبود. علیرضا کوشکی که به نظرم که از وینگر چپ‌های خوب لیگ است و موندنش به اصطلاح خیلی میتونه کمک کنه. اسماعیل قلیزاده هم که در فصل گذشته نشون داد که چه استعداد خوبیه و در مواقع حساس میشه روش حساب باز کرد. بریم سراغ مهاجم نو که اونا سعید سرخیزان، محمد رضا آزادی، احسان خردپیشه و محمد رضا شعبان در اختیار دارن که این دو بازیکن آخر از تیم آکادمی به تیم بزرگسالان استقلال اومدن. اونا همچنین داکنز نازان مهاجم تیم ملی هایتی هم در اختیار داشتن، اما خب چند روز پیش رسما از استقلال جدا شدن. نازان به در سبک بازی ساپینتو که پرس از پولو نمیخورد، کلا مهاجم تنبلی بود که دوندگی نمیکرد و منتظر موقعیت میموند، ولی به نظر من در واسه تمام کنندگی هم از آزادی بهتر بود و هم از سرخیزان. سرخیزان مهاجم خوبی هم داخل پرس خوبی هم داخل دوندگی، اما در واسه تمام کنندگی هنوز اون مهاجم قاتلی نیست که بشه روش حساب باز کرد. در فصل گذشته دیدیم که چند تا موقعیت حساس رو سرخیزان از دست داد و بهتر این فصل خودش رو اصلاح کنه. سعید سرخیزان محمد آزادی هم به عنوان مهاجم دوم در اختیار دارن که کلا به نظر من هر تیمی نیازمند یک مهاجم قد بلند و فیزیکی هست. آزادی هم تقریبا شبیه این نوع مهاجم است. استقلال میدونه که اونا آرمان رمضانی و رودی جسد رو داخل این سبک بازی در اختیار داشتن که هر دو بازیکن خوبی بودن، یا گل میزدن یا برای هم تیمیاشون که یعنی هم پستاشون که از سمت راست و چپ بازی میکردن موقعیت سازی میکردن. آزادی هم اگه قرار این فصل عملکرد خوبی داشته باشه بهتره اون قد و فیزیکش کار کنه که بتونه بیشتر روی توپ کنترل داشته باشه. احسان خردپیشه و محمد شعبان هم هستن که تعریفشون رو خیلی شنیدیم و بعد ببینیم که آیا سهراب بهشون بازی میده یا نه. خب رسیدیم به بخش ترکیب. داخل این بخش من سه ترکیب رو معرفی میکنم که به نظرم با این اسکواد استقلال با این سه ترکیب میتونه فصل رو خوب شروع کنه. ترکیب اول همونطور که روی تصویر دارید میبینید این ترکیب با سیستم 4 دفاعه است. در اون دروازه حبیب فرعباسی، راست صالح هردانی، چپ حسین گودرزی، دو دفاع وسط رستم آشورموتو و سامان فلو که اونجا میتونه آقاسی هم بازی کنه، رزاقینیا، میران احمدی، اسلامی، آسانی، کوشکی و همچنین سعید سرخیزان هستند که به نظر من این ترکیب خیلی میتونه به اصطلاح کمک کنه. این ترکیب زمانی که ساپیندو ازش استفاده میکرد خیلی به اصطلاح در روند امتیازگیری کمک کرد، با این تفاوت که حالا اون زمان در درون دروازه که فرعباسی بود اما در پست شماره 10 منیر بود که الان من اسلامی گذاشتم. این ترکیب دیگه که روی تصویر دارید می‌بینید سیستم 3 دفاعه است که سهراب به نظر میاد قرار ازش استفاده کنه. یعنی فرعباسی در اون دروازه 3 دفاع میشه آقاسی، فلا، آشورماتوف، وینبک راست میشه صالح هردانی، وینبک چپ میشه حسین گودرزی، اون هافکا میشن رزاقینی و مهران احمدی، اون جلو هم که علیرضا کوشکی و سعید سرخیزان یاسر آسانی هستن که به نظر من اگر رامین رضاییان برگرده تو وینبک راست خیلی میتونه بیشتر نسبت صالح هردانی به اصطلاح کمک کنه چون خوی هجومی بیشتری داره. رامین رضاییان این ترکیب آخری که دارید میبینید همون ترکیب 3 دفاعه است، اما با این تفاوت که به جای مهران احمدی من روزبه چشمه گذاشتم. این ترکیب زمانی میتونه به اصطلاح کمک کنه تو اون بازی با سپاهان، بازی با پرسپولیس، بازی با تراکتور میتونه این ترکیب دوز احتیاط رو برای استقلال بیشتر کنه. خب رسیدیم به بخش آخر ویدیو. اگه تا اینجا دیدن ویدیو لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و کانال فوتبال نبض رو سابسکرایب کنید. داخل این بخش من میگم که اگر پنجره استقلال باز شد چه بازیکنی باید جذب کنید. داخل پست دروازه که اونا محمد خلیفه رو جذب کردن و زمانی که پنجره باز بشه میتونن ازش استفاده کنن. در سمت راست اگر رامین برگرده که هیچ، اگر برنگرده بهتر یک نیم فصل به سامان تورانیان فرصت بدن. اگر تورانیان عملکرد خوبی نداشت برن سراغ یک دفاع راست که به نظر من آریا یوسفی میتونه براشون مناسب باشه. یعنی آریا یوسفی یک وینگ دفاع راست، یک هم میتونه وینگ راست بازی کنه، هم وینگر چپ و هم وینگ بک راست. کلا تقریبا میشه گفت بازی شبیه رامین رضاییان. سمت چپ که حسین گودرزی هست، برام گودرزی هم خریداری کردن که پنجره بازچی ازش استفاده کنن.
به قول پست دفاعی وسط به نظر من نیاز بازیکن نیست، اما به نظر میرسه که استقلال قراره دانیال ایری یا مسعود محبی رو جذب کنه که هر دو بازیکن خوبی هستن و که جذبشون موردی نداره. تو پست هافک دفاعی هافک وسط به نظر من برای جانشینی رزاق نیا نیاز به یک هافک دیگه‌ای هستن، یعنی هافک مثل مبین دهقان یا محمد قربانی که بازی‌ها که رزاق نیا قرار بازی نکنه این بازیکن بازی کنه. حتی این دو بازیکن میتونن کنار هم بازی کنن، یعنی رزاق نیا دهقان یا رزاق نیا قربانی نمیتونن در بازی‌های بزرگ جانشین روز به چشمی در کنار رزاق نیا بشن. تو پست هافک هجومی به نظر من برای جانشینی منیر بهترین گزینه محمد جواد حسین نژاده که تا داخل این پست خیلی میتونه به استقلال کمک کنه، چون که هم چپ‌پایه و هم میتونه به خاطر اون سرعتی که داره، به خاطر اون خوی هجومی که داره، حتی میتونه وینگر راست هم بازی کنه. کلا حسین نژاد خیلی ایدئال برای استقلال میتونه باشه، هم در پست شماره 10 هم در پست وینگر راست. در پست وینگر چپ که علیرضا کوشکی و اسماعیل قلیزاده هستن و اگر عملکرد خوبی قلیزاده به عنوان بازیکن جانشین داشته باشه نیاز به خرید نیست. اگر نیاز به خرید باشه اونا میتونن یادگار رستمی، یوسف مزرعی که داخل فجر سپاسی و فرود بازی میکنن جذب کنن که هر دو بازیکن جوان و خوبی هستن. تو پست مهاجم نوک اما به نظر استقلال نیازمند حتما یک مهاجمی هست. اگر فضا و شرایط مهیا باشه که بهتر یک مهاجم نوک خارجی جذب کنن که در مواقع حساس به اون بازیکن بازی برسه. اما اگر شرایط مهیا نباشه اونا میتونن محمد محبی رو جذب کنن که هم میتونه مهاجم نوک بازی کنه، هم وینگر چپ و هم وینگر راست، و هم رضا قندیپور که الان داخل شباب الاهلی امارات بازی می‌کنه و همچنین کسرا طاهری که بحثش هست نیم فصل به اصطلاح اضافه بشه. کلا این سه بازیکن به علاوه مهاجم خارجی میتونن به استقلال کمک کنن. حالا نوبت شماست، اگر پنجره استقلال باز بشه در چه پست‌هایی نیازمند بازی کنن؟ حتما نظر خودتون رو برای من کامنت کنید و هر کجا با نظر من موافق یا مخالف بودید، در بحث ترکیب‌ها، در بحث عمق اسکواد با من موافق بودید یا مخالف بودید، حتما برای من نظر خودتون رو کامنت کنید. و اگر ویدیو رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و کانال فوتبال نبض رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.